اکسیر حیات رهیده از چنگال زمستان راه خود را در آوندها باز یافته است. زمین افشرده ابرها را به کام ریشه ها رسانده است. ضماد رستن زخمهای زمین را پوشانده است. برگ تا برگ علفها و درختها خراشها بسته اند و جانی جدید زیر پوست خاک دویده است و ما امیدوار به التیام زمین از آسیب‌هایی که آدمیزاد به او رسانده برای عیادت و پوزش به پیشگاهش آمده. شعف زندگی از کوه ها سرازیر شده است. صخره ها جنب و جوش ریشه ها را زیر پوست خود حس می کنند. آب در رگهای زمین جاری شده است و بر دیواره ها نبض می زند. جایی که زیبایانی رموک تکاپوی حیات را بر گستره کوه‌ها مستولی می‌کنند و بالهای هم‌آواز با ابرها آسمان را نوازش می‌کنند، سمفونی بهار نواخته می‌شود. اینجا هنوز هم که هنوز است، رنگ آسمان آبی است و بازی را به خاکسترهای عبوس نباخته است. در دوره طولانی یخبندان مستولی شدن شرایط سخت و از جمله شرایط دمایی غیر قابل تحمل سبب شد که پهنه‌های بزرگی از سطح زمین عاری از زندگی شود. گونه‌های زیادی منقرض شدند و گونه‌های زیستی دیگر هم جمعیت‌های زیادی را از دست دادند. با این همه شدت این شرایط سخت در همه جا یکسان نبود. در آن دوره زمین گستره هایی داشت که پناهگاه حیات وحش بودند. پناهگاه هایی که شدت ناهنجاری ها تا حدی مؤثر کمتر از جاهای دیگر بود و گونه هایی که توانسته بودند در آن جای بگیرند امکان بقای زندگی و تداوم نسل را به دست آوردند. از این محدوده های پناهگاهی نمونه هایی نیز در ایران وجود داشته که یکی از مهمترین آنها محدوده ای در شمال غرب کشور است و منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انگوران در قلب این محدوده واقع شده است. حالا و در دوره معاصر هم این پناهگاه دوران یخبندان یکی از پرتکاپوترین کانونهای زیستی دنیای پالئارکتیک است. کانونی که تنوع چشمگیری از گونه‌های زیستی در آن حضور دارند. قوچ و میش‌های ارمنی هم یکی از عناصر زیستی بقایافته در این کانون پناهگاهی هستند. قوچ و میش‌ها گونه‌های مختلفی را در دنیا شامل می‌شوند که هر کدام به فراخور قابلیت‌ها و ویژگی‌های تکاملی خود و دسترسیشان به جغرافیاهای مطلوب پراکنش‌های خود را بر سطح کره زمین شکل داده‌اند. قوچ و میش‌های ارمنی هم یکی از زیرگونه‌هایی هستند که چند جمعیت مشخص در ایران زمین دارند. چرخش شاخ به سمت پشت سر و به موازات افق در نرها یکی از ویژگی‌های متمایز کننده آنها نسبت به قوچ و میش‌های دیگری است که شاخ افراد نر در آنها به سمت پایین چرخش دارد. قوچ و میش‌ها هم مثل گاوسانان و علفخواران دیگر حیواناتی رموک هستند و با احساس کوچکترین تغییر غیر طبیعی فراری می‌شوند. اگرچه چشم‌های آنها
قدرت بینایی خوبی دارد، اما در زیستگاهی که پر از پستی و بلندی و عوارض است و شکارگرهایی مثل سیاهگوش و گرگ و حتی انسان ممکن است پشت آن پنهان شده و از دیدرس خارج شوند، تیزبینی نمیتواند به تنهایی حس و ابزاری کارآمد برای شناسایی خطر باشد. به همین سبب بوده است که حس شنوایی در قوچ و میشها قدرتمندی بیشتری یافته است. قوچ و میشها در حالی که سر به پایین دارند و چشم به علفها دوخته و چرا می کنند، با گوشهایشان اطراف را می پایند. اگرچه هیچ تکنیکی از بدل زدن حریف مصون نیست. سیاهگوش و گرگ هم فنون خود را دارند تا گرسنه نمانند و هر از چندی یکی از این تیزپاهای تپ ماهورها را اسیر چنگال و دندانهای تیز خود کنند. قوچها افراد نر جمعیت هستند که با شاخهای بزرگشان از ماده ها و بره ها قابل تشخیصند. آنها معمولاً در مناطقی مرتفع تر از جایی که بقیه گله استراحت می کنند مستقر می شوند. جاهایی مثل سریالها که حداقل دو ویژگی دارند. یکی آن که مثل برج‌های دیده‌بانی میدان دید وسیع و مسلطی را فراهم می‌کنند و به این ترتیب قوچ‌ها می‌توانند خطرهای احتمالی را رصد کرده و در بسیاری از مواقع گله را برای رمیدن و گریز بهنگام باخبر کنند. دیگران که این قوچ‌ها هستند که با تردد در سر یالها و مناطق مرتفع‌تر در دیدرس شکارگرها قرار می‌گیرند و توجه آنها را بیشتر به خود جلب می‌کنند. همین جلب توجه باعث می‌شود که احتمال هجوم شکارگرها به ماده‌های زادآور و بره‌ها کمتر شود و این در حالی است که قوچ‌ها برای فرار از دست شکارگرها قوای بدنی بهتری دارند. علفها خود را بر خاک و سنگ تحمیل کرده اند و خان پر نعمت را با شکوفه ها و غنچه هایی که پرورده دست خودشان است آراستند. انگوران برای گیاهان هم کانون گرم بقا و تنوع گونه‌ای بوده است و در بستری متنوع از همین گیاهان است که قوچ و میشها هم به تغذیه می‌پردازند، هم زاد و ولد کرده و بره‌های خود را حفاظت و بزرگ می‌کنند. این هم یک ویژگی تکاملی و حاصل انتخاب طبیعی است که نوزادان گونه‌هایی مانند آهو، کل‌وبز و همین قوچ و میش‌ها دقایقی پس از تولد برای ایستادن روی پاها تلاش می‌کنند و ظرف چند ساعت می‌توانند راه بروند و به دنبال مادر بدوند. گیاهان فقط منابع غذایی قوچ و میش‌ها نیستند، بلکه پناهگاه‌هایی برای استتار و مخفی شدن بره‌های تازه متولد هستند تا به راحتی دیده نشوند. این پناهگاه‌های رسته بر خاک سایبان‌هایی کارآمد هم هستند تا آفتاب نیمروز این نوزادان را گرمازده نکند و آب بدنشان بیش از حد از دست نرود.
در این شرایط ماده ها هم بهتر می توانند از بره ها مراقبت کرده و با آنها بازی کنند و در این بازی ها دویدن، جا خالی دادن و پرش های کوتاه و بلند را تمرین کرده و رفته رفته آنها را ماهرتر کنند. زندگی قوچ و میش ها همیشه و هر لحظه با دویدن و جست و خیز درآمیخته است. دویدن و جست و خیز بازی مفرحی برای آنهاست که در عین حال رمز و دوام زندگی آنها در میان انبوهی از خطرها هم هست. در گوشه دیگر از این پناهگاه دوران یخبندان، منطقه‌ای دشتی و کوهپایه‌ای واقع شده است که نقش‌آفرینانی دیگر سناریوی متفاوتی از زندگی را روی صحنه آورده‌اند. کنار پرنده های ریز و درشت و روباه و گرگ، سنجاب های زمینی دشت سهرین در حال ایفای نقش در سکانس هایی هستند که بیش از چند ماه از سال را به خود اختصاص نمی دهد. سنجاب‌های زمینی جانورانی شوخ و بازیگوش هستند که فکشان مدام می جنبد تا تمام غذای مورد نیاز بدنشان را در طول کمتر از 4 ماه خورده باشند. اما کشتی گرفتن و گلاویز شدن روی تشک سبزه ها و با تشویق و سوت زدن های باد هم وسوسه انگیز است. در این خانواده سنجاب زمینی هم پدر و مادر مثل بقیه اعضای جمعیت اواخر اسفند ماه از خواب زمستانی بیدار شدند. خوابی که ماه‌ها طول کشیده و طی آن تمام بافت‌های ذخیره‌ای به مصرف رسیده است. به همین خاطر است که اگر سنجاب زمینی ها را در اواخر اسفند یا اوایل فروردین ببینید، نحیف و استخوانی خواهند بود. اما آنها بلافاصله تغذیه خود را از ساقه و برگ گیاهان مرتعی تازه رسته شروع می کنند تا به سرعت آماده تولید مثل شوند. آنها ظرف چند هفته فربه‌تر شده و می توانند جفتگیری کرده و پس از یک دوره بارداری کوتاه فرزندان خود را به دنیا بیاورند. این نوزادان هم باید پیش از آن که گرمای تابستان شدید شود بزرگ شده بتوانند به اندازه کافی تغذیه کرده و به قدری بافت ذخیره‌ای داشته باشند که بتواند آنها را در دوره رخوت تابستانی و خواب زمستانی زنده نگه دارد. گلاویز شدن و کشتی اعضای خانواده غالباً فقط جنبه بازی و شوخی دارد و افراد به همدیگر آسیب نمی‌رسانند.
سنجاب‌های زمینی زندگی اجتماعی دارند و نه تنها مخاطره‌ای برای همدیگر ایجاد نمی‌کنند، بلکه با شگردها و شیوه‌های خاص خود مراقبت از یکدیگر را هم به عهده می‌گیرند. ایستادن روی دو پا سرک کشیدن را کارآمدتر می کند و به سنجاب زمینی اجازه می دهد که به خوبی اطراف را بپاید و اگر خطری در حال نزدیک شدن باشد متوجه آن شود. آنها لانه های مختلفی را هم در سطح زمین حفر می کنند تا جان پناهشان باشد. به طور معمول سنجاب های زمینی دو نوع لانه دارند: لانه تولید مثل و لانه فرار. به طور معمول هر سنجاب زمینی یک لانه تولید مثلی دارد که نسبتاً عمیق است و حجره‌هایی از جمله برای زایمان و بزرگ شدن نوزادان در آن تعبیه می کند. اما غیر از لانه تولید مثلی چند لانه دیگر هم حفر می شود. از این لانه ها فقط برای گریختن از خطر استفاده می کنند. قدرت شنوایی سنجاب‌های زمینی نمیتواند مانند قوچ و میش‌ها اولین و استراتژیک ترین حس دفاعیشان باشد. نحوه مراقبت این جانوران متفاوت است. آنها در بسیاری از مواقع غذای خود را پس از چیدن یا برداشتن از روی زمین با دو دست خود گرفته روی دو پا می ایستند و در حالی که با چشم‌های درشت خود اطراف را نظاره می کنند به جویدن غذا می پردازند. این جونده ها باید بتوانند در بیشتر لحظه های غذا خوردن که مهمترین فعالیت آنها در طول روز است، اطراف خود را رصد کنند. سنجاب زمینی فقط در چند محدود از ایران حضور دارد. آنها نسبت به شرایط زیستگاهی حساس هستند و نمیتوانند در مناطق بسیار گرم یا بسیار سرد، بسیار مرطوب یا بسیار خشک، مناطق دارای شیب تند و زمینی که جنس بستر آن بیشتر سنگی باشد دوام بیاورد. به همین علت است که فقط دو ناحیه پراکندگی مشخص در فلات ایران دارند. یک ناحیه پراکندگی در خراسان و ناحیه دیگر در زنجان با نواحی مشرف به همدان و قزوین. اگرچه سنجاب زمینی های دیگری هم که جثه متفاوتی دارند در شمال غرب کشور و در مناطق دشتی اطراف ماکو زندگی می کنند. سنجاب زمینی رفتار اجتماعی خاصی هم برای حفاظت از جمعیت دارد. وقتی یک سنجاب زمینی متوجه خطری در اطراف خود و خانواده‌اش می شود، به جای اینکه بلافاصله فرار کرده و پنهان شود، روی دو پا ایستاده و شروع به سوت زدن می کند. با این کار هم دیگر اعضای خانواده را متوجه وجود خطر می کند تا غفلت نکرده و هرچه سریعتر در حفره‌های از پیش آماده پناه بگیرند، هم خطر را به سمت خود که آمادگی بیشتری برای فرار دارد جلب می کند. پس از چند سوت زدن خود نیز وارد یکی از حفره‌ها شده و از خطر دور می شود. اساس این استراتژی شباهت زیادی به همان استراتژی قوچ و میش ها دارد. این شباهت نشانگر آن است که رفتارها هم در حین تکامل ممکن است مانند صفتهای فیزیولوژیک یا آناتومیک به صورت تکراری یا همسان در بین گونه‌های مختلف تکوین پیدا کنند.
نوای آب مثل جرسی است که مسافران زمین را به سوی خود فرا می‌خواند. نوایی که گاهی به زمزمه و گاهی به آواز و فریاد میگوید که زندگی اینجاست. گویی این جرس در انگوران و منطقه امن قره‌بوق پیام اتراق به قوچ و میش‌ها داده است. هر اتراقگاهی هم آداب خود را دارد و هر کاروانی هم شیوه خود را در اتراق دارد. آسودن، رمیدن، چریدن، گریختن و هراس از شبیخونهایی که هر آن ممکن است حتی از آسمان فرود آید، شیوه و رفتار قوچ و میش را سامان داده است. اما رود سرخ با قوچ و میش‌ها در این منزلگاه نمی‌ماند. این ساربان کاروانش را به پیش می‌راند. این مراتع سبزپوش بره‌های نوپا را به فرزندخواندگی می‌پذیرند و همراه میش‌ها نسلی جدید را برای برپا داشتن زندگی میان کوه‌ها و لابلای دره‌ها می‌پرورانند. صخره‌ها به شنیدن ضرباهنگ سمها و رقص علف‌ها می‌نشینند. باد دستمال ابر به دست می‌گیرد و دستفشانی می‌کند و بوته‌ها و درخت‌ها به شکرانه آبی که از مویرگ‌های متورم خاک به سوی ریشه‌ها راه می‌سپارد پایکوبی می‌کنند.
ابرها قراول کاروان قزل و زن می شوند و آن را از میان کوهها و صخره‌ها و کمینگاه‌های آفتاب که بخار را از تن رودخانه ها می رو باید گذر می دهند. رود سرخ پیچ‌های تند را پشت سر می گذارد، بر سنگلاخ‌ها می خروشد و خود را به تارم می رساند. سرزمینی برهم آمده از آب و آفتاب و مه که ابرهایش از فراز قله ها پرواز نمی کنند، بلکه پای پیاده روی دامنه ها گام بر می دارند. تن به تن درخت ها و درخت چه هایش می سایند و یادگار برفین زمستان گذشته را ملاقات می کنند. در دره پهن میان این کوه‌ها قزل و زن عجول و پرشتاب به پیش می رود. او شوق دیدار دارد. رودی دیگر هم از سرشاخه دیگر سرازیر شده است. آنها در همین سرزمین همدیگر را خواهند یافت و سپید رود متولد خواهد شد. شکفتن و روییدن بر زمستان و رخوت برآشوبیده است. رخوت و انجماد عقب نشسته. هیچ بذری از جوانه زدن محروم نمانده و هیچ درختی از شکوفه دادن جا نمیماند.
جستجوی ما همچنان ادامه دارد. شوق دیدن و شناختن اهالی تمدن بهار و طبیعت برای ماندن رخصت نمی‌دهد. در گوشه ای دلیجه ها ابراز اقتدار می کنند. آسمان و هوا در تسخیر آنهاست و هیچ جنبنده ای نمی تواند مطمئن باشد که از قاب چشمهای دلیجه بیرون مانده است. اگرچه این پرنده شکارگر ریز جسته تر از آن است که هوس شکار کردن حیواناتی جز پرنده ها، جونده ها و خزنده های کوچک را در سر بپروراند، اما همین کار را هم با شکوه و ابهت انجام می دهد. بهار ریخت و پاش کرده است. طبیعت ضیافتی پر رونق برای همگان ترتیب داده است. از پروانه و زنبور گرفته تا لاک‌پشت هایی که با طمأنینه و بیشتاب معنای خودخانه بودن را درس می‌دهند. و ما راه را ادامه می‌دهیم تا دیدار کل و بزها نصیب ما شود. کل و بزها هم نوزادان خود را به دنیا آورده اند و می‌کوشند راه و رسم زندگی را در صعب العبورترین کوه‌ها به آنها بیاموزند. جایی که عبوس‌ترین سنگ‌ها دژهایی محکم بر لبه پرتگاه‌های عمیق ساخته‌اند و چشم از رودخانه‌ای که تقلا می‌کند و بر کرانه‌های صخره‌ای تنه می‌زند بر نمی‌دارند. لاک‌پشت ها هم دنیای خود را ساختند. آنها خزندگانی با مسیر تکاملی ویژه اند که استخوان‌های مهره‌ای و سینه‌ایشان گسترش یافته و پوششی سخت و سنگین برایشان تدارک دیده است که هم خانه و پناه همیشه همراهشان باشد، هم سپری در برابر چنگال‌های تیز و فک‌های قدرتمند شکارچی‌های گوناگونی که سر راهشان سبز می شوند. این خزنده های پرشکیب و آرام هم تمام پاییز و زمستان را زیر خاک به خواب می روند و با گرم شدن هوا بیدار شده و چند ماه میهمان سفره بهار و تابستان می شوند.
بهار در همه جا در یک زمان فرا نمی رسد. تقویم ها توان آن را ندارند که برای بهار و اردیبهشت وقت و محدوده زمانی تعیین کنند. گویا بهار در شیرمشه اندکی تندتر از انگوران گام بر می دارد. گام‌های بهار در اینجا کمی هم پر سر و صداتر است و خیلی ها را از خواب بیدار کرده است. لباس ها هم رنگین‌تر و پر زرق و برق‌تر است. هر دره و هر دامنه ای لباس چیندار خود را دوخته است و نقش شاخه و گلی متفاوت را بر آن طرح زده است. با این همه سر و صدا و این همه رنگ و سفره‌ای پر از بوی خوش خوراکی‌های تازه، طبیعی است که خرس‌ها هم رخوت و خواب را رها کنند و به سیاحت و عیش و نوش بپردازند. اگرچه طبق معمول مادرها دل مشغول توله ها هستند تا مبادا گزندی به آنها برسد و از محدوده امنی که حضور مادر فراهم می کند دور شوند. خرس‌های قهوه‌ای اگرچه گوشتخوار محسوب می‌شوند، اما در فصل بهار به شدت گیاهخواری می‌کنند. آنها مانند گیاهخواران به چریدن می‌پردازند. ساقه‌های خوراکی را می‌خورند و ریشه‌های غده‌ای گیاهان را از زیر خاک بیرون می‌کشند و نیاز خود را به غذا با آنها برطرف می‌کنند. اگر به عسل یا لانه اجتماعی حشرات خوشخوراک برخورد کنند از آن روی گردان نیستند، اما به ندرت مشاهده شده است که خرس‌های قهوه‌ای در این فصل پرروزی سراغ شکار جانوران بروند. توله ها هم شیر مادر و غذاهای گیاهی را ترجیح می دهند. غذای بی دردسر و بی نیاز از خشونت.
بازی با مادر و خواهر و برادر و سرک کشیدن به حفره‌ها و شکاف‌های لابلای درخت‌ها و صخره‌ها روز آنها را به خوبی و خوشی به شب می‌رساند. خرس‌های قهوه‌ای یکی از بزرگترین گوشتخواران ایران هستند و جثه سنگین و بزرگ آنها سبب می شود که حیوانات دیگر نتوانند خطر چندانی برای آنها ایجاد کنند.
این جانوران درشت هیکل علاقه زیادی ندارند که با انسانها روبرو شوند و تلاش می‌کنند فاصله ایمن را با آدمیان حفظ کنند. اگرچه مادر هیچ وقت تحمل نمی کند که حیوانی دیگر یا انسان مابین او و فرزندانش قرار گیرد، از همین رو بیشتر وقتها اگر حضور انسان را حس کند، گزینه اولش دور کردن فرزندانش از محل است و علاقه ای ندارد که قدرت پنجه‌های بزرگ و مجهز به ناخن‌های خنجر مانند خود را به رخ بکشد.